یکی از عوامل سوختن موتورهای ساید اینه. من اینو تمیزش هم کردم و اگه این فن هم جام باشه دیگه هیچی دیگه موتور آمپر میگیره و یا ضعیف شه. الان به خاطر که موتور آمپر گرفته موتور سوخته. خوب من این دستکار دارم کلا اوورال میکنم، روغن میزنه بالا میاد داخل این قطعه اون سپلیتر گیر میکنه و موتور میسوزه. و موتور بعدی هم که نصب کنی اگر اینو تمیز نکنی باز میسوزه موتورت. یکی از دلایلی هم که این فن میسوزه اگه توجه کنید اینجا پر مو و پلک و چون اینجا هم آبسته نما رطوبت میگیره سیمپیک هم میشه، یعنی هر موقع اینو باید کلا اوورال کنیم. حالا من اینو باز میکنم اینجا توجه کنید چی اینجاست، این همش مو و پلک و این مو خانوم ها اینجا چی کار میکنه توی یخچال ساید. اینم پروانش که یزدان الان میشوره، اینم باید بشوریم. اینم من تمیزش کردم دیگه، اسپره ناید نداشتم فقط یه خورده بریزم روش. یخچال ساید لوله مویش نمیشه عوض کرد چون پلومه. یه رزه لوله مویی نمیشه عوضش کرد چون پلومه و شستشوش هم سخته. الان ما که کندانسه دار بودیم میبرم یه خورده تمیزکاری کردم، بعد تمیزکاریشو بیشتر کنم. چه کار میتونیم کنیم؟ رو ساکشن یه دونه شیر جوش میدیم از این ور، یا توزن یا هوا میزیم که از این سر مویی آزاد بشه. هر موقع این مویی هاشون کیپه بخواه بدنه است کیپه نمیشه عوضش کنیم و تنها شستشوه ساکشنه که قد که و از ور کنیم. این مشکلات ساید اینا دیگه آقا کسی زیر بارش رسید. رنگش هم زدیم چون پوسیده بود، مشکیش هم کردیم نیو فیس. یه سیم اینجا بد قیافه کرده اینجا رو چون این پایه احتمالا عوض شده. خواهم یه حرکتی روش بزنیم ببینیم چی میشه. البته سیم قیچی میکنم از این زیرم یه سوراخ دادم که اینو بس کنم به دیگه. اینم رنگش کنم خیلی پوسیده است. اینا که پیچامون یه کوچولو روغن باید بزنیم. که رو کمپرسور جدیم اینم پایه رنگ زدیم. پایه رو که درست کردیم سیمه دیگه از زیر بسته میشه دیگه. اینجا سیم نیست، فنم روغن کاری کردیم بستیم. اینم رادیات همون کندانسر هم بستیم، کمپرسور هم بستیم. بلند شد تمام. امروز خسته شدیم. خداحافظ. قبل از جوشکاری کمپرسور رو چک میکنیم یک سره. دیگه شروع میکنم به جوشکاری کارهای جوشکاریش. اینم بعد باز کنیم ببندیم رو این. این قطعه درایر اسمشه. درایر کارش اینه که رطوبت گاز و ذراتی اگر داخل سیکلمون هسته ایشون میگیره. همورده سوده یزدان هر بار گازگیری اگر تعمیر کار خونتون بیاد باید این عوض بشه. مثل فیلتر ماشین عمل میکنه.
بعدش میشه لوله موی. اگر این درست عمل نکنه لوله موی کیپ میشه. ما هر موقع بعد بازگیری عوضش میکنم. اینم در میارم. اینم شیره که دیروز روش داریم. اینجا لازم نداریم. میریم برای نصب کمپرسور. خب این درایر که رو این لوله نصب میشه. خب بعد اینجا ما یه تیپ جوشکاری داریم. ولی متاسفانه لوله اینجا این بالا دیگه این مقدار ضعیفه. من اینجا دست دادم روش اینجا بریده نیست. ولی بعد هوا میزنم چک کنیم. یه اینجا داریم جوشکاری کنیم. بقیش بذاریم اینجا. این لوله هم فیکس میشه به اینجا. اینجا درایر هم میخوره به این لوله مویی هم میخوره. درایر نکن به خاطر که حساسه و پیام شده است. یعنی موقع جوشکاری باید بازش کنیم فقط. یعنی یه لحظه سری بازش کنیم جوشکاری میکنه تمام میشه میره. یعنی همینجوری نمیشه. این درایرهایی که بازه نخرید نکن این توجه کنیم و پیام شده است. اوکی دیگه چیزی هم نداریم. به سختی هم اینو زدیم جا. اینجوری من رو یخچال ما هوا میزنیم برای چک کردن و نشابل درایر جوش داریم. الان ما داریم نشابلی اگه برای نشابی هوا میزنیم توی یخچال 10 ثانیه 15 ثانیه بیشتر از این نباید بزنیم. آلومینیوم اواپوراتور داخل آلومینیوم باد میکنه میترکه. موقع نه 250 300 پی اس آی بزنیم. نهایت 10 پی اس آی در به این نشگیریش هم میکنم. آینه بیا ما با آینه نشگیری میکنیم. نشگی نداشت خب کمپرسوری که نصب کردیم نکن 4 تا فیش میخورده. ولی کمپرسوری که الان ما داریم 2 تا فیش میخورده. فیشاش هم مشکل دارم عوض کنم و جایگزین کنم. این کیت الکترونیکش میخوام باز کنم هم یه سرویس کنم. الان چقدر بد سلیقه اینجا سوخته گذاشتن. خوره بالا هم تمیزکاری میکنیم دیگه. این چه میشه. خب این کیت الکترونیکش رو باز کنم. یه چیز جالب بخونیم. رله ماشین البته نگاه کنم 12 ولته. نگاه کنم بروزون نمی کنم 12 ولت. خب بعد البته کنم ما کمپرسور زبور کمپرسور دستور 220 میده. بعد بغل این یکی رله رو خوندم دیدم 220 احتمالا فنای 12 داره. فنای داخل اواپوراتور 12 هست. بعد به عرضت برسونم احساس میکنم. خب بعد یه سیم از اینجا گرفته. ببین اصلا وصله نه من وصل نیست. جوریه رو باز کنم چکار کنم کامل پشت کیتار هم چک کنم که اکسید نداشته باشه. یه خود تمیزکاریش کنم. جایی بوده آب خورده. این رو کارش کنیم چی میشه. خب از این قسمت خب دیدیم که یه چیزی خورده بود این زیر. نه همه رو باز کردم در بیارم. خب بس شد. این بر کیتمون که سوخته. خب این پای رله است. دیگه سینکشی نکردم. کیتمون هم مشکل خاصی نداره. خود تمیزکاریش میکنم. فقط این قسمت سوخته. این قسمت هایی که باید کنیم سوخته. این سیم که الان وله
زیر اینه نول گرفته، احساس کنم برای نه نول نیست، یه فاز گرفته برای که بچسبه نوله. یه سیم از اینجا گرفته، یه سیم از این گرفته که از روی این اومده 220 12 میسی نمیدونم این چرا سیم از اینجا گرفته نمیدونم. پایم که سوخته رو ترمیم برد کنم، حاضرم که روش نیست خوشبختانه. ما دوتا سیم داریم پایین، خب دوتا سیم داریم پایین، این سیمامونه این هم نباشه توی حاضر پایین گذاشتم دیگه، دوتا سیم اینا حذف میشه تا پیدا کنم و یه خورده سیسکاری کنم. فهمیدم چی به چیه. این رله رو اگه نگاه کنید، نقش خونی بلد باشی، خب اینجا نوشته 12 ولت، خب عکس بوبین زده اینجا. اگه اینجا رو نگاه کنید عکس بوبین زده، بعد نوشته 16 آمپر 240، یعنی من 240 رو میچسبونم. اینم نوشته 16 آمپر پایین زده، نگاه کن 100 ولت هم زده ولی 240، یعنی که من رلی هم دستوره با برق 12 میگیرم ولی 220 میچسبونم. پس اون برقی که اضافه از این گرفته یا فاز یا نول داده به هیچ مشکلی نداره، پس درسته. چون اینجا از این آی سی خب یا آی سی دیگه داره دستور 12 میگیره، قشنگ 12 رو داده، بعد 220 بوبین میچسبونه. الان این بوبینم اشتباه ولی گذاشته 12 رو گذاشته، این با برق ماشین دیگه، این با برق ماشین دیگه در اصل باید 220 ازش رد کنه ولی رد کرده. الان مشکلی هم نداره چون مسافت زیاد نیست. کتاب برگردونم سر جاش. کارشم این سیم هم که از زیر از اینجا گرفته بود آرومش اینجا زدم. دیگه که سیم خازنه. الان ما نمیدونیم دستور که کمپرسور روشن کنه کدومه. اینجا 4 تا سیم آخه داریم. احساس میکنم این دوتا باشن ولی با اونه چکش میکنم. الان کن 215 اینجا به من داره، درسته؟ فنم داره کار میکنه، پس درسته. این دوتا از این 4 تا سیم این فاز نول دستوره، اینا ما خازنن که ما خازن اینو همین پایین گذاشتیم، خازن کمپرسور. اینا بعد میره جایی. الان دیگه اوکی هم دیگه خیالم راحت کنم. فنم اپشن میکنم. این هم داخل سایده اواپراتورشه. خب فنش رو باز کردم. این هم ترمودیس و ترموفیوز و دیگه به عرضتون برسونم هیتر و این چیزا و یخچال سایت یه نمونه سامسونگ داریم 2 تا اواپراتور داره، یه دونه داره. نکن هوا رو از اینجا میزنه داخل یخچال، خب از اینجا مکش میکنه از داخل یخچال. خب وقتی مکش کنه از داخل میزنه داخل رادی، این اواپراتور از بالا میزنه باز داخل، از بالا باز میزنه داخل یخچال. عملا یخچال اینجا یه دریچه داره، هر موقع به دمای یخچال دو که شد این یه دریچه داره اینجا، خود به خود دریچه رو میبنده. اگر پایین اینم توجه کنید، جا داره تو 600 تا لامپ هم براش گذاشته، انگار میوه فروشه بالا هم داره. الان این فنشو در آوردن، این قابشه، این قابه است و با این سنسور و ناس این هم فنش توجه کردم بخاطر که این زنگ زده. خب احساس میکنم یه مقدار چون اینجا میدان مغناطیسی آنروبایی یه خورده این زنگ رفته تو آلمیچر اینجا. من فن تیکه کنم یه سرویس کنم دیگه خیالم راحت باشه. باز کردم فن تیکه کردم. خب میبینی آلمیچر مشکل داره، و یه خود سنباده بزنم آلمیچره این سری جلو اینا رو اگه جا بجا بزنی فن برعکس ها بکنی. اینا رو این خواهی کنم، اینم به برسینه بزنم
دستمش الان چیش کنم این رتورش دیگه اصلا سیاه بود نکن سنباله ای دیدم سفید شده اصلا آن خوب صدا داره من الان واقعا کارش کنم البته چون جا نیست واقعا کارش کنم و بزنم آقا اجازه نمیشه تو برق برید باید دکمه رو نگه دم داره کار میکنه آقا الان رفت زیر گازگیری یه کار آخریش انجام بدم و داخلم چک کردم که اوکی یعنی این نمونه دوتا اواپراتور نداره یه فریزرشه این هم که یخچالش جا نداره این که ساید دیگه ساید دو حیثه بنیم چنده فکر کنم دیگه کارش تمامه بذاریم کار کنه تست بده چون سایت باید حتما آفان کنه یخچال کنه تامین کنه و آفان کنه این کیش هنوز بازه اوکی باشه که دیگه ببندیمش تمام تا بعد میفهمیدم این فیلم ها خوشتون میاد خیلی براتون میذاشتم ممنون متشکرم